دوستان عزیز به شما بلیط های ارزان در کار است. با اویاکاس شاهنامه زنگ زنید. مرحمت رقم های واتساپ. نو گفتن ماند بلیط ها ارزان و باوری نوک است. مردک ای مردک لا بای مردک گو تا اوغل بو نیست چه نیست اینو میخی نیست نه نه با همین کارو یا بسم الله این چی گپا این خیلی دزایی یه هفته شد همین کارم خیلی ما همسایه چه خیلی سادی سلامتیات خوبه سازی همسایه همان هستی میشرم تینجه یکم خدمت نیست مادم همسایه نمی یه هفته شد باور که گو ما سحر میبرن عبید میورن من نمیدونم هیچ خیلی دزدنیو تو میبرن لنگان میکنه چلوندنی میبرن من نمیدونم شام میارم محکمش میکنم سحر میام نیست عبید با میرم عبید بود دجا شای این نمی گوی تو نیست این نمی همسایه دوز همیه بدم این نمی دوز دای بخم بدم بخمش شما با گم تربیه داری چند باشی ای بنا میتونه کجا تربیه داری تو با گم میدزدی تو چه خیلی گو دزدی گو سحر میبری عبید میاری میگه همه بری شام میاری چه خیلی دزدی تو یکم ما ندزدیم گو ما همین گوتانو میبریم شیرش میجوشیم با میاریم جاش میمونیم برای چی؟ ما علف زیادی نداریم که گوی شما رو بتیم السلام علیکم دوستان عزیز پادپیچکای گرامی قدر مخلصان حجم و خنده این زمان باید که از شخصان بزرگ استاد تشریف خلیل استاد ما زنده باشید ما دوانی که زنده باشید سلامت باشید پدری استادی ما شیخ خضر جان با همه شما موفقیت تمام بکنم مردم تاجیکستان نسبت به دیگر ملت ها همه سر دوست هستن بله انا به خدا پیر و بر از اونجا علی خانواده ما تمام نمون هنر را دوست می‌دارن زنده باشین با همه شما صحت و سلامتی تنی بدن تمام میکنم موفقیت در کار و براتون زنده باشید انا عبود باشید پادپیسات ساکنه در کانال قربان نگمتوف نوارای بسیار جالب داره تماشا میکنید راحت میکنید خمی دل دودی دل میبره خنده هم درست انسان رو تبابت میکنه سلامت باشید ما با پیشو ما به نزدیکی نصیب باشه نیت کردیم خاطر استاد یک صحنه خوب پیشکش شما میگردیم برای شما پیشکش میکنیم با ما باشید گفت که من بعد اما که پیگیری ما باشید زنده باشید